توی این ویدیو یاد میگیری که چجوری از گوشیت به عنوان وبکم برای لپتاپ یا پی سی استفاده بکنی. حالا چه گوشیت اندروید باشه چه iOS. از اونجایی که لپتاپ من کلا دوربین نداره و هر کسی هم که میفهمه ازم سوال میپرسه که برای ویدیو کال، زوم، اسکایپ و از این حرفا چه گوشی میخوری، گفتم که ویدیوی که میخورم رو خب درست بکنم. قدم اول نصب برنامه روی لپتاپ. یه نرم افزاری به اسم ایریون یا آیریون رو باید دانلود بکنیم که تلفظش هم خیلی مهم نیست. لینک سایتش رو توی دیسکریپشن هم میذارم. وارد سایتش که شدید هم برای ویندوز داره، هم برای مک داره و حتی برای اوبونتو هم داره. سیستمتون خلاصه هر کدوم هستش که مال من ویندوز روش میزنم، صبر میکنم که دانلود بشه. دانلود که شدهش اینجا فایل رو باز کنید، فایل اگزه است. بعد برنامه رو نصب بکنیم. نصب کردنش هم که کاری نداره، اکسپت رو اینجا میزنی، نکست رو میزنی. اینجا هم مسیر نصب بشه. اگر خواستی میتونی اینجا تغییر بدی، دوباره نکست، اینستال و صبر میکنیم تا اینستال بشه. بعد از اینکه اینستال شدهش اینجا فینیش رو بزنی، خود برنامه حالا باز هم میشه. اینجا کارمون تموم میشه. قدم بعدی نصب نرم افزار توی گوشیمونه. در این قدم شما باید نرم افزار رو توی گوشیتون نصب کنید. حالا اگر گوشیتون اندرویدیه، میرین توی پلی استور، این بالا سرچ میکنید ایریون یا ریون، فرقی نمیکنه و اینجا اینستال رو میزنی، صبر میکنید که دانلود بشه. اگر هم سیستم عاملتون iOS که دقیقاً میرین توی اپ استورتون، اسم برنامه رو دوباره سرچ میکنید، همون ایریونه و نصبش میکنید. اینم کاری نداره. بعد از اینکه نرم افزارها رو هم توی گوشی و هم توی لپتاپت نصب کردی، میمونه یه چیز، اتصال این دوتا به هم دیگه که دو روش داره. روش اولش سیمه، روش دومش وای فایه که من اول وای فای رو میگم چون راحت تره. روش وای فای هم اینجوریه که هم گوشیت هم لپتاپت باید جفتشون به یک شبکه وای فای وصل باشن. مثلا توی خونه‌مون ما وای فای که داریم، هم لپتاپ هم گوشیمو بهش وصل کردم، جفتشون به یه جا کانکتن. حالا قدم بعدی اینه که وارد برنامه ها بشیم. من توی گوشیم که وارد برنامه‌اش میشم، اینجا هم که توی لپتاپ از قبل برنامه باز بود. حالا کار بعدی که باید بکنیم اینه که کانتینیو رو اینجا بزنیم توی اپ. یه سری دسترسی ها میخواد، اینا رو بهش بدین. اینا رو میزنم، وای میستم چند لحظه که صبر بکنید، اینجا وصل میشه. حالا من میتونم اینو بچرخونم و شما رو ببینید. به این صورت گوشی به لپتاپ وصل شد از طریق وای فای و داره از دوربینش استفاده میکنه تا منو نشون بده. این روش وای فای توی گوشی‌های iOS هم دقیقاً به همون شکله. شما وارد اپلیکیشن میشید و باید دیوایستون به همون وای فای وصل باشه که لپتاپتون وصله. واردش میشید، خودش وصل میشه. حالا بریم سراغ روش سیمی. توی روش سیمی تنها چیزی که نیاز دارین همین سیمه که گوشیتون رو به لپتاپتون وصل بکنه. منتها یک قدم اضافه تر داره. توی گوشی اندروید شما باید وارد ستینگ بشین، بیاین این پایین دیولپر آپشن باید براتون فعال باشه. اگر فعال نیستش، برگردیم بریم توی about phone، توی سافتور اینفورمیشن و بیلد نامبر رو چند بار همینجوری پشت سر هم روش بزنید. وقتی که چند بار میزنید یه صفحه میاد که رمزتون رو وارد میکنید. رمزتون رو که وارد کردید برگردیم به همون جایی که بودین، یعنی این پایین دیولپر آپشنز باید براتون فعال شده باشه. واردش میشین و میایم پایینتر، اینجا USB دیباگینگ، این باید فعال باشه. اگر فعال نباشه این روش کار نمیکنه. تنها چیزی که باقی میمونه اینه که گوشیتون رو با سیم به لپتاپتون وصل کنید. خب همونطور که میبینید الان با استفاده از سیم گوشی من به لپتاپ وصل شده و داره به خوبی کار میکنه. تنها چیزی که داشتش این بودش که توی دیوایس های اندرویدی شما باید میرفتین توی ستینگ، بخش دیولپر آپشن و USB دیباگینگ رو آن میکردین. اگر هم این کارو کردین و وصل نشد، چند بار از اپلیکیشن بیاین بیرون و دوباره برین تو، هم توی گوشیتون هم توی لپتاپتون کار میکنه. بعضی موقع یه خورده دیلی داره وگرنه کار میکنه. اینم از روش سیمی. تنها چیزی که باقی میمونه اینه که من بهتون توی اندروید گفتم که چیکار باید بکنید. حالا توی iOS چجوریه؟ هیچ کار خاصی نداره. تنها کاری که باید بکنید اینه که آیتونز رو توی لپتاپتون نصب بکنید. بعدش گوشیتون و آیپدتون و حالا هر چی هستش وصل میکنید با سیم به لپتاپتون و کار میکنه.
جفت برنامه‌های آیتونز و آیریون باید نصب و باز باشه. اینم بگم که وقتی با موفقیت وصلشون میکنی تو نرم افزارهای دیگه هم خودش کار میکنه. مثلا توی کمتازی‌ها که من چک کردم بودش، اپ کامرای خود ویندوز هم باهاش اوکی بود و اونجوری که من دیدم توی بقیه اپلیکیشن ها مثل زوم یا OBS هم هستش و میتونی ازش استفاده بکنی. مرسی که تا آخر ویدیو با هم همراه بودی. اگر ویدیو رو دوست داشتی لایک، کامنت، سابسکرایب. خداحافظ.